هلو برابط توی خان هستم. با ویدیو دیگه برگشتم. میدونم خیلی وقتی که ویدیو نمیذاشتم، اما دیگه از این به بعد کنار شما همیشه هستم. ممنون میشم که چنل ایران زنابایی رو حتما سابسکرایب کنید و حمایت کنید ازم. خب بریم سراغ کار. Let's go. خب دوستان، امروز میخواستم که آموزش نصب فارکرای 3 و حتی آموزش نصب زیرنویس فارسی فارکرای 3 از تیم فنساب رو به شما آموزش بدم. اول ابتدا شما باید فارکرای 3 تون رو نصب بکنید که من از سایت vpacgame.com میگم که دانلود کنید. خیلی بهتره به خاطر اینکه اینها کلا برنامه‌ای که به شما میدن نصب شده و تست شده هستش. سایت ایرانی حالا نیستش، میشه گفت خارجی این حالا هستش. سایت فیلتر هستش، میشه گفت به خاطر این تحریم کردن که بعضی از بازی های حالا نسبت 18 و یا حتی برای سنین بالا این سایت حالا گذاشته شده و به خاطر اون سایت تحریم شده. ما یواشکی اینجا میایم گند شکنمون رو فعال میکنیم. بعد اینکه فعال شد میایم ریفرش میکنیم، منتظر میشیم که سایت بالا بیاد. منتظر چرا؟ دوستان عذرخواهی میکنم، من نتم یه لحظه قطع شده بود، مجبور شدم که این یه لحظه کات بکنم. خب دوستان، سایت تنها مشکلی که اینا هم داره فقط سایت کلا تحریم که شده. هیچ فیلتر شکنی که حالا وصل میکنید میرید داخل، به اضافه باید ویروس کشتون هم غیر فعال باشه توی این سایت، یا نه سایت اصلا به شما اصلا بالا نمیاد. ولی من و حتی از بچه ها سایت رو تست کردیم، نگاه کردیم، دیدیم که سایت سلامت هستش و بازی ها رو که به شما میده به صورت ورژن و حتی ادیشن هم میده برای شما. خب دوستان، فارکرایتون رو از اینجا باید نصب بکنید. ولی من چون از قبل من این بازی رو دانلود کردم، ویدیو رو سریع اینجا یک کاتی میخوام بزنم، فقط آموزش مراحل رو میخوام بدم. دوستان از اینجا این سایت های بنر که برای این یه دونه حالا هستش، میبینید خیلی مثلا از اینجا زیر این عکس البته میشه یه 10 تا اینا کلا حالا هر چند تا یه فایل پک شده، یه زیپ شده برای شما میده که از اونجا شما باید دانلودش کنید. گفتم چون قبل من حالا دانلود کردم رو من میریم جلوتر. به شما فایل زیپ شده میده و من از زیپ چون در آوردم دقیقا و پوشه حتی گیم هم گذاشتم، دقیقا این هستش که حتما تمام دایرکتش رو میدونم بیوسیوش رو حتما نصب بکنید و بریم جلوتر. البته توی کپشن هم کلا اون سایت آدرسش رو من حتما میذارم. خب دوستان، بحث اینجا هستش که فارسی سازیشو حالا میخوایم آموزش بدیم. فارسی سازی که من از اینجا میکنم از تیم فنساب هستش که فارکرای 3 رو زیرنویس فارسی تبدیل کردن. واقعا دمشون گرم. همیشه اگر بخواید دانلودش بکنید نقطه جدیدترینش رو بزنید دانلود کنید و من از حتی این را هم از قبل چون دانلود کردم
نیاز دیگه نداریم، اینو میبندیم. خب ریسورسمون هم ببندیم. خب دوستان فن ساپ رو پوشه که از دیدی که شما در میارید رو، خب دوستان فن ساپ رو میزنید. موقعی که باز کرد شما قوانین موافقم بعدی و بعدی. حالا اون جایی که شما فایلی که نصب کردید بیشتر خیلی ها تو درایو سی و توی پوشه پروگرام فایل نصب میکنم، ولی من چون توی پوشه درایو ای پوشه گیم فارکرای و فارکرای 3. خب ببینید دوستان اینجا به شما برای من که حالا موقعی که نصب کردم از روی تگ 3 تا فارکرای دو تا فارکرای 3 تا پوشه هست. شما اون فارکرای که اصلی هستش این بالا وسطی هست، پوشه وسطی فقط فارکرای نمیشه. اینو میزنید تغییر و بعدی و به اتمام میرسید. خب منتظر میشیم که میریم فارکرایتون رو باز میکنیم. خب موقعی که فارکرایتون رو باز میکنید شما فایل برای شما فارسی شده الان بالا میاد. و این هم بگم برای خیلی ها شاید امکان این باشه که فارسی نشده باشه که شما باید داخل تنظیمات این رو فارسی بکنید که من الان اون رو به شما توضیح میدم. و این هم بگم که خیلی ها اومدن میگن که برای ما فول اسکرین نیست. شما باید شیفت آلت اینتر وقتی میزنید توی هر بازی برای شما فایل به صورت فول اسکرین. خب شما یک قسمت سفید فارسی